بابای حاجی علم دینی گیریم بهتر است یا علم دنیوی؟ یک مصلحت میداده برادرای عزیز و گرامی. علم دینی و علم دنیوی همش علم خدا هست. از من اگر شما پرسین دادرای عزیز، مصلحت من بر همه شما همینه، شما علم دنیوی را هم بگیرید. علم دنیوی هم به نهایت نقش مهم داره، اگر چنده که علم دینی هم بگیرید. از هر دو علم برخوردار باشید. میگن که برای یک مرد 40 هنر کمه. برای همین حاضر در زمانهای ما به نام دین، به نام اسلام بسیاری فرزندای ما را گمراه کرده و بسیار فرزندای ما را فریب میدین. وقتی علم دینی بگیری تو از مکر این نفرایی که شما را فریب میدین، شما ای مکر اونا خلاص میشی. و علم دنیوی را اگر بگیری، امروز تاجیکستان ما، وطن ما نیازی به شما داره. با علم امروزه، علم زمانه قطعی امروز ما پیشرفت میکنیم. این همین نوارهایی که میشود ببینین، همین نوارها همش از برکت علم همین دنیوی است که باز میگم برای شما که خدای مهربان شریعت هیچ وقت پیرواش من نکرده که شما علم دنیوی نگیرید. برعکس تمام بزرگای ما را بینید. ولی من یک برنامه دا گفتم که اساسگذاری همون جدول مندلیو یا تبلیت مندلیو بگیم که با مندلیو مقصد نسبتش دادن، اساسگذارش عمر خیامه. یا جناب ابو ریحان بیرونی را بین، جناب ابن سینا را ببین، جناب ابو بکر رازی را ببین که رزیس گفته در تمام عالم اروپا از دلالت های طبی آدم استفاده میبرند که همه اینا مالی ما هنوخی. برای همین شما دادرای عزیز، جوانای خیلی خیلی گرامی، شما علم امروزه را به نهایت در دنبالش باشید، از عقیبش باشید، در برابرش قرآن هم یاد بگیرید، علم دنیوی، علم اسلامی را هم یاد بگیرید. زبان آموزین، زبانها را چند زبان بدانید. در برابر این برادرای عزیز، دادرای عزیز، امروز در اینترنت ها ببینین خوف و خطر هم بسیار شده. هر کس خودش خیرخواه میگیره و هر کس خودش مبارز میگیره و از مکر اونها، از فتنه های اونها در برابر این مصلحت دادگی من با احتیاط باشید. حرکت کنین دادرای عزیز، علم بگیرین و با علمتان برای همین مردم خودمان، برای همین ملت خودمان، برای پیشرفت همین دیار خودمان خدمت کنیم. این است مصلحت من برادرای عزیز برای هر کدام شما. خب یک سوال دیگر میخونیم انشاءالله و بعدا خدا خواه بود تنفس میکنیم. خب بابا جان گفته است اکثریت خانه ها را میبینم که زن و شوهرها جنگ و جنجال دارند. از همین سبب نمیخواهم که زن گیرم. آیا در اسلام این گناه است؟ این سوال هر کسی گوش میکنه بینین از حساب همین خانه ویرانی ها، از حساب این همین نافهمی های در زندگی ها، از حساب جنجال ها، از حساب قهر کردن و جواب دادن، امروز این دادر ما به خلاصه آمده است که من زن نمیگیرم.
مقصد نمیخواهم که زن بگیرم، من هم در همین گرداب افتم. لیکن دادر عزیز، پیامبر نازنین میگه شرارکم عذابکم، بدترین امت من مردی هست که زن نمیگیره یا زنی هست که شوهر نمیگیره. خود از بدترین ها در گروه بدترین ها داخل نکن. زن بگیر، انشاءالله نگاه که پیش از زن گرفتن کی را میگیری؟ خدا خواهد خواهرای خوب هستن، دخترای خوب هستن، شما بگیرین. انا این یک باز ضرر دیگه، یک زیان دیگه است که باز همینه که مردهای ما امروز در عدد از زنها ما کمترن. اگر با شما اگر دست از زنگیری بکشین، بعد این خواهرای ما و دخترای ما حالشون چی میشه؟ برای همین زن بگیرین دادر عزیز. میگه ادب از کی آموختی؟ گفت از بی ادب. هرچی او بد کرد در نظرم بد آمد، من او را ترک کردم. یعنی تو دیدی که اونها جنجال دارن، اونها زندگی های بسیار نادرست دارن، تو رنگ اونها زندگی نکن. من برای زندگی ها تونم هم سخنهای امام احمد حنبل 10 تا نصیحتی که بچه‌ش کرده است، یا مادری که 10 نصیحت دخترش کرده است، شما با یکدیگر گوش کنین و همون دستور عمل حیاتی تونه از سخن امینها آغاز کنین. خدا خواهد زندگیاتون نیک می شود. الله مهربان باز هم عمراتون دراز کنه، ایماناتون کامل کنه و الله از جمیع آفت و بلاها نگهبانتون باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به خانه فالبین ها می رفته است. باز یک خاله اش فالبین بوده است. خانواده ها از همین قرآن های تاجیکی برخوردارند و امروز در گویم استفاده بردن درست است. 3. آیا حیوان را اختر؟ فکر منم همینه که برای پیشگیری خودکشی ما حق نداریم که رفتن نفری که سبب این حادثه شده است فقط وای ملامت کنیم که تو سبب خودکشی این دختر شدی، یا بچه را مثال یا دختری را ملامت کنیم که تو سبب خودکشی این جوان شدی. من چیزی خود مگویم، پیغمبر خدا را گفتن، گفت 7 طایفه در زیر این سایه است. یک تایو کی است؟ رسول اکرم حدیث صحیح است، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه. ما بیان هم کردم که جوانی بود که قبرها را می شکافت، می کافت.